ببین ناراحتی معنی است که برادرم عمر من را نبخش. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ابوبکر تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه. حضرت عمر کمی آرام شدن، دوان خانه سیدنا ابوبکر آمدن نیافتن و دویده نزد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم. همونجا حضرت عمر نمایان شد، چهره‌های مبارک سرخ شدند. وقتی که چهره‌های مبارک سرخ میشید صحابه میتن قیامت میشه. قدر تشویش بودن. سیدنا ابوبکر زانو زد که حضرت جان عیب عمر نیست، عیب من. و سیدنا عمر به زانو زد است میگن عیب ابوبکر نیست، عیب من. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک کلمه را گفت که این روز من از تلفظ و ترجمهش میترسم بگم. گفت آیه مردم یاد داره زمان ما گفتم ما پیغمبرم شما محمد مرا دروغگو گفته بوده و اینمی جوان مرد مرا قبول کرد. شما اینا ناراحت میکنید؟ سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و ارضاه میگه بعد همین واقعه کسی حضرت ابوبکر دیگه ناراحت نکرده. چقدر صادق بودن. صحابه را دیلش میدان باشه، مفکورش خیلی فکر وسیع داشتن و الحمدلله از خدمتای او و شما مسلمانید. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه و ارضاه سخاوتش ببین، در قلبش حسد نیست، کبر نیست، بخل نیست. و یه روز خودش خدمتگار پیغمبر کرد، گفت غیر ما کسی دیگه پیغمبر در خدمت نمیکنه. یه روز ما پاسبان پیغمبر و حضرت هم آمدن با قد زیباش داخل باغ شدن و یه حوض بودن، پاچه‌های مبارکشون رو بالا کردن، مثل کودک بازی میکردن. چند لحظه بعد سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه اومد، خواست پیش حبیب خدا بدرآید. حضرت خیز گفت حضرت جان این روز ما پاسبان پیغمبرم، تا از پیغمبر نپرسم من اجازت نمیتونم پیش پیغمبر بدرم. حضرت آمد به عرض ادب گفت ابوبکر آمد است، اجازتش میتی که بدرآید پیش. حبیب خدا گفت من جاء، کی آمده است؟ گفت ابوبکر. گفت فسلمه فبشره بالجنه. برای اول ابوبکر مرا سلام بگو و بعد بگو مبارک شو که ابوبکر ما جنتی است. سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه آمدن نگاه کردن که حضرت پاچه‌هاشو بالا کرده است و مثل کودک بازی داره. حضرت ابوبکر هم پاچه‌هاشو بالا کرد، از پهلوی راست حبیب خدا ایستاد. آن چیزی را که حبیب خدا انجام میداد ابوبکر انجام میداد. پس آن عمر آمد، صحابه گفت حضرت جان من اول باید رسول الله را بفرستم. حضرت جان عمر آمده، اجازتش میتی بدره؟ من جاء عمر فسلمه فبشره بالجنه. برای عمر مرا سلام بگو و بگو مبارک شو که جنت انتظار. حضرت عمر اومد از پهلوی چپ، پس آن عثمان، پس آن علی. صحابه را سخی بدن شبیم میگه کاش که همون روز همه صحابه ها می اومدن تا این خبر خوش جنت از زبان مبارک میشنیدن. بیایم این کبر از قلبمون دور کنیم. وقتی خدای ایشان قاری را آب رو میته، عزت میته و من به این ضدیت میکنم، من به این ضد نیستم، من به تقسیم خدا روزی نیستم. عزت الله میته، آب رو را الله میته. وقتی که تو در برادر بخیلی میکنی و حسد داری، تو ضد او برادر نیستی، تو ضد تقسیم خدایی. و این ایمان داریم که تقسیمات الله میکنه. بیایم این را یک بار تجربه کنیم در حیات. صحابه را به این خاطر نامش از تاریخ گم نشید. یک صحابه را زنش روایت شگوش بکنیم. صحابه زن پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد، گفت این زن نه تو، من زنا کردم. حضرت قانون خدا را بالای من جاری کرد، من را سنگسار کرد. پیغمبر رو گردوند، گفتن شاید دستی ترا قبیده باشه. گفت من زنا کردم، گفت شاید آغوشت کرده باشه. گفت من زنا کردم، گفت شاید بوست کرده باشه. هر بار پیغمبر انکار میکرد او اقرار میکرد. و پیغمبر گفت قانون خدا را بالاش جاری کنید. وقتی میخواستن گفتن حضرت جان حامله. حضرت گفت تو حامله یا باید سنگسار نشه یا برو. و وقتی کودک تولد شد در یه لحظه پیچان حضرت جان گفت من کودک به دنیا آوردم، قانون خدا رو بالای من جاری کرد. حضرت گفت این شیر میخورم. 2 سال بعد قگ نان آورد، گفت حضرت جان این کودک دیگه محتاجی شیر نیست، میتونه نان بخوره، قانون خدا رو بالای من جاری کرد. و پیغمبر امر کرد اولین کسی به سنگ زد کی زدش؟ خالد ابن ولید زدش. وقتی خونش پرید گفت خدا خون پلید تو را رسوا کنه.
پیامبر صلی الله علیه و سلم قدر ناراحت شد، گفت یا خالد افیک جاهلیه، حال ما میگه کاره جاهلیت مونده، این 4 سال دنبال ما دویده که قانون خدا رو بالای ما جاری و ما این مهلت دادیست. صحابه را ایمان شدید. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابهش برای ما و شما درس و عبرت هست. یک کاری همه را انجام بدیم، حد اقل یک کارشون. بیم همه حسد را از قلب دور بکنیم. کجا رفتیم از این حسد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم سیدنا عمر را فریاد کرد، گفت عمر مرا دوست می‌داری؟ این حدیث شاید اهم شنیدین. گفت بله حضرت جان، من شما را دوست می‌دارم. گفت چند قدر؟ مرا زیاد دوست می‌داری پدرت؟ حضرت جان شما را، مادر شما را، فرزند شما را. آخران نقطه. عمر مرا زیاد دوست می‌داری خطا؟ حضرت جان گفت من ایت بسیار دوست می‌دارم. و از لفظ حدیث بعضی همین قبل روایت میکنن و بعضی شارح ها عجیب میگه حضرت عمر از جوش خیست، وقتی میرفت با بچهش ملاقات کرد، گفت پدر چرا پریشانی؟ گفت محمد بن عبدالله سوالم داد که مرا زیاد دوست می‌داری یا خودت؟ من در جواب گفتم خود من ایت زیاد دوست می‌دارم. گفت پدر جان چرا نگفتی رسول الله تو زیاد دوست می‌دارم؟ گفت عبدالله علی من این نفس سوال میکنم، دو سوال. سوال یکم که ای نفس عمر، تو زیاد محتاج به پیغمبری و به عمر. و سوال دوم هم است که ای نفس عمر، تو روز قیامت پیش خدا میری، به عملای خودت میری و به شفاعت پیغمبر؟ پدر جان گفت نفست چی گفت؟ گفت بچه جان نفسم گفت که ای عمر از من زیاد محتاج به پیغمبرم و اگر من روز قیامت پیش خدا میرم به عملای تو نمیرم و من امید و آرزو به شفاعت پیغمبر دارم. و دوباره آمدن گفتن رسول الله حتی من نفسی، از جان عزیزم ده تو برای من عزیزی. حبیب خدا گفتن الان تمت سعادتک. عمر نو سعادتمندی و نیکبختی تو پرشی. ببین پیامبر صلی الله علیه و سلم چقدر من و شما را تعلیم و تربیت داد. 6 سالگیش ایمن روایت میکنه، 6 سالگی کودککی 6 ساله وقتی که قبیله مادریش از زیارت رفت، همه کودکا جمع شدن محمد ما تو را دوست می‌داریم. رسول عجیب سوال میکرد واقعا مرا دوست می‌دارین؟ بله. شما هم شاهد باشین که من هم شما را دوست می‌دارم. از 6 سالگی الکی در فکر محبت است. و حتی میگه اهل یهود و نصارا دیدن ایمن گفتن هذا سیدکم و نبیکم. ای مردم عرب، همو پیغمبر را انتظار این کودک است. و وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم حیات مبارکش نگاه میکنین، فلسفه 23 سال زندگیشه ما و شما را توصیه به محبت و یکدیگر فهمید. حتی 14 روز پیش از وفاتش چه مشقت و پیامبر کشیدن. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها ارضا میگه حتمون از جنت البقیع می اومدیم، گفت عایشه یاد داری همون گوسفند زهرآلوده که داده بودن ما خورده بودیم؟ گفت بله. گفت حال من جیگر مرا تکلیف میده. پیامبر صلی الله علیه و سلم با کسل جیگر از دنیا گذشتن و روز تا روز میپرسید فردا نوبتی کی است، فردا نوبتی کی است، فردا نوبتی کی است، فردا نوبتی کی است. و همه همسراش گفتن حضرت جان ما راضییم که خود در خانه عایشه باشیم. عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها و ارضا روایت میکنه، میگه من آمدن حضرت عزرائیل احساس کردم. گفتن دیدی؟ گفت رخسارهای مبارکش سرخ بود، سرخی روش رفته بود. و همون حالتی که آیت نازل میشید همون حالت بود. یعنی جبرئیل آمدن گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم الله رب العزت اختیار داده ترا، اگر میخوای همین دنیا، اگر میخوای ملاقات با پروردگار، لیکن الله رب العزت میگه من اشتیاق ملاقات با حبیبم دارم. حبیب خدا گفت جبرئیل من تیارم لیکن سوال دارم. خدا بعد سری من همین بالای امتی من چیکار میکنم؟
نگفت کودکی من بالای امت ما چیکار میکنی؟ گفت از چی میترسی؟ گفت خیلی امتهای پیشین سنگ و خوگ و خرج دیدم، من خواهش دارم که امتهای ما هم خیلی نسن. لا حول ولا قوة الا بالله. گفت خواهش اجراست. خواهش دویم گفت همین شفاعت امت خدا داد است میاد. گفت الله رب العزت میگه اگر امتهای محمد تنبلی نکنن پیش از مردنشون 7 روز پیش توبه بکنن میبخشمشون. دیر میشود 3 روز دیر میشود، حدی اقل گفت یک بار لا اله الا الله گفته باشه. حضرت از دنیا گذاشتن، قبرش ابو طلحه کردن. حضرت علی و عباس و فضل ابن عباس شوشتن، در لحد ماندن، بالاش که خاک میپرتافتن بلال حبشی. وقتی که از دنیا هم گذشت حضرت ابوبکر گفت بلال از اون بگو. حضرت گفت من نمیگم از من میدونم من غلام بودم تو مرا آزاد کردی. سوال دارم که ابوبکر تو مرا برای خدا آزاد کرده بودی یا برای خدا؟ گفت بلال برای چی سوال میتی؟ گفت اگر تو مرا برای خدا آزاد کرده باشی من غلام میتیم بگو من از آن میگم. اگر تو مرا برای خدا آزاد کرده باشی دیگه مرا هم ندی. گفت بلال مثلا برای خدا آزاد کردم، من گفت دیگه از آن نمیگم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتش از آن بگو نگفت و از خلیفه اجازت گرفت که ما دیگه طاقت کردن نمیتونم در مدینه مرا اجازت بده طرف شام برم. و مدت گذشت میگه شب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در خوابش دوام گفت چرا یک بار زیارت ما نمیری؟ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه میگه سحر دیگه سوار شد، میگه حتی دم نمیداد، میگه می اومد. وقتی پیش قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم اومد میگه روحاش در قبر پیغمبر میمون. حضرت جان من اومدم زیارتی. نبیروهای پیامبر صلی الله علیه و سلم ترمذی گرفته است، میگه گفتم که اذان بگو. حضرت میگه دیگه گپای نبیروها را رد کرده نتونست، خیس اذان گفت. وقتی گفت اشهد ان محمد رسول الله، حضرت بلال یک بار یاد آورد که با رسول الله چه خیلی میگشت، پوشش رفت، میگه به زمین افتاد. رفیقاش گفتن بلال ما را یتیم میکنه، اما بلال که واقعا عاشق بود چی گفت؟ من فردا با محمد و اصحاب محمد ملاقات میکنم. جان به الله تسلیم کرد رفت. دین اسلام دین جوانمردی است. حتی ببین ابو سفیان تا حال ایمان آورده بود، نمیدونه که فردا مسلمان میشود. با همسرش صحبت داره ما غلبه کردیم یا محمد غلبه کرد. هند همسر ابو سفیان گفت مرده گفت محمد برید. گفت چرا؟ گفت محبت صحابه پیغمبر با پیغمبر رابطه قلبی است، زبانی نیست. و رفیقای پا گفت زبانی. و ابو سفیان با حضرت عباس صحبت میکرد. ابو سفیان گفت عباس محمدی برادرزادمون که زیاده 20 سال با اون مبارزه بردیم، از 20 سالم زیادتر، 22 سال، این روز غالب شد ما مغلوب شدیم. اگر این دادرزاده یتیمون به کبر و غرور اگر مکه بیاید و طرف خانه ما بیاید هر دو شمشیر دکشید، گفت پاره پارش بود. با برادرش با حضرت عباس صحبت میکرد. ابو سفیان همه زمان صحبت پیامبر صلی الله علیه و سلم درون و اولین کلمه‌اش چی بود؟ کسی در خانه ابو سفیان نکشید. ابو سفیان تعجب کرد، گفت عباس شنیدی؟ اون ما شنیدم محمد میگه که کسی در خانه ما نکشید. چه ما اینقدر بی‌عهدی و بی‌وفایی نسبت محمد کردم، این روز محمد اینقدر قدر ما را بلند کرده. گفت ما طوری شنیدم. گفت چیزی که شنیدی طوری است. ابو سفیان گفت عباس اگر ما برم مسلمان شم محمد این ما را قبول میکنه یا نه؟ گفت برای قبول میکنه. ما بسیار عذابش داده. یکی اگر عرض اسلام کردم ایما رو گردون ما چیکار کنم؟ گفت برادر همه عذرهایی که برادر یوسف برای یوسف کرده بودن گفت. وقتی در راه می اومد پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت بلال گفت والله گفت
مقدس ترین مکان حالا در نزد خدا کجاست؟ گفت بیت الله. لیکن ای بلال حالا تو در نزد خدا ای بیت الله هم بزرگی، بالای بیت الله برو از اون بود. ابو سفیان وقتی دید بلال در بالای مکه است، گفت عباس واقعا دین محمد دین حق است. گفت چرا؟ گفت یاداری زمانی بود که این غلام سیاه در درون خاک و خون آغشته بود. ای بزرگی دین نبی که غلام از کجا با کجا برد و ما را از کجا با کجا برد. و آمد از پهلوی راست رسول الله عرض اسلام کرد، رسول الله روش کرد و از پهلوی چپش آمد روش کرد، رو پر روش آمد و همه عذرهایی که برادرای یوسف کرده بودن از را پیشنهاد کرد و پیغمبر همون جوابی که یوسف برای برادراش داده بود جواب داد و بیعت ابو سفیان قبول کرد. و پس آن گفت کسی در خانه هندی نکشین شد. هند هم اومد مسلمان شد. و حتی حبشه که امیر حمزه را شهید کرده بود هم اومد مسلمان شد. لیکن پیغمبر یک بار پرسیدش که امیر حمزه را چه خیلی شهید کرد؟ میتونی قصه بگی؟ گفت علیک الصلاه و السلام. اون روز گفت کسی نبود که برآورد محمد صلی الله علیه امیر حمزه شو مگر کشته میشی. گفت تو چرا چه خیر زدیش؟ گفت من بجا شیدم زدم. پیامبر گفت میتونی که روپروی من اتاوی تا امک من راست بهم. و در آخر روایت هست که همه حبشی هم روپروش میستاد، نه باشه پیامبر از هر طرف تماشا میکرد. دین حق است. هندگی جیگر امیر حمزه را مکیده بود امو را بخشید. پس بین ما و شما یا برادرها یک کم بودی میشه همو را بخشیده نمیتونیم. کدام انسان کم بودی نداره. همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم برادرها آرزو کرده بود که کاش که ما و شما را یک بارک میدیم. کاش که این آرزو را ما میکردیم که یک بار پیغمبر را میدیدیم. یکی از صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین جنگ احد بود میگه از این مردم 3 بچه‌ش میگه آورد پیغمبر صلی الله علیه و سلم هردم چه خودش چلاق بود میگه رفته سه بود. پیغمبر فرضش کرد گفت آخه بالای تو دفاعی فرض نیست. گفت کجا میری؟ گفت من میدونم حضرت جان پام چلاق است من معذورم، لیکن من والله گفت بوی جنت این طرف احد اومده حضرت جان. ما به خاطر رفته سم که شهید شم روز قیامت پیش خدا پای سالم برم. پیامبر میگه اولین کسی شهید شد همون شد. والله دیدمش میگه جنت رفته است بود پاش سالم. پیغمبر رو دوست داشت. به همین خاطر برادرو در همین سرزمین بیایم یک کارهای خوبی بکنیم که یا از کارهای ما خوبی اسلام دین جوانمردی مسلمانان را ببینن، نه اینکه ایوی ما و شما شدن نفرت از اسلام ما و شما بکنن، نه اینکه یک دروغ ما، خیانت ما، فریب ما، حیله ما، نیرنگ ما همین سبب شود و این مردم از دین اسلام نفرت کنن. هرگز همین کارا نکنیم. و بسیار من میشنوم از برادران میشنوم میگه یا حیران میمونن کارای ما میکنیم. به خاطر ببین ایدوی ما شده در اسلام گپ نرسه و مقصد که اومدن من چی است؟ کار کردن، نفقه اهل عیال و دین بزرگ بودنش نشان دادن است. تمام. الله رب العزت ظالم نیست که ظلم بکنه، ارحم الراحمین است. لیکن وقتی که میبینیم یک بلا و مشکل بالامون اومده باید یک بار فکر کنیم که ما چی کمبودی داریم. همین کسلی اومد دنیا را تشویش کرد، یک بار فکر نکردیم که شاید با پدرمون صحبت خوب کردگی نیستیم، شاید با مادرمون صحبت خوب کردگی نیستیم، شاید پدری پیرم داشتیم، مادری مظلوم هم داشتیم، شاید همسایه یتیم و بیوزن هم داشتیم. یک بار از حال اما خبردار هم نشدیم و او شبها جای نماز را پرتافتن و از من شما شکایت کردن و خدا این بلا را بالای سر آورد و تکان داد که هوشیار باش. و چند قدر مسجدها هم بسته بود. با خدا هم قهری بودیم، نه نمازش میخوندیم، نه روزش میگرفتیم، نه حج نه زکات. خدا کنه که خدا با ما قهری نکنه که مشکل نیست. بگیم خدایا ما با تو آشتی شوی و صلح کنی آمده. ما خیلی گناه بسیار بودیم. خدایا گناههای ما را ببخش. با خدا صحبت کنیم، درد دل بگیم. خدایا
ما ایمان داریم که روز این دنیا میریم، تنها میمونیم در قبر، هیچ کم از خطیم. امروز ما را تو تنها مرگذار و اینمی عملای کدگیمون قدر بکن و در داخل قبرمون مونیس اجر بکن. خدای روز قیامت یک تا سوال میشه. خدای روز قیامت ما را ای گناهامون مپرس. ما همین دنیا در اقرار میکنیم که گناه داریم و اگر ما پیش تو میریم یا الله به دو چیز میریم. ما امید به رحمت و شفاعت پیغمبر داریم. خدایا اگر روز قیامت ما را سوال میکنیم به قهاری و غضابی سوال نکن، به غفاری و ستاری سوال بکن. خدایا اگر تو روز قیامت ما را ای گناهامون بپرسی، ما تو را از رحمتت میپرسیم. اگر قهر و غضب کردی از مغفرتت میپرسیم. اگر عیبهامون را آشکارا کردی ای ستاریت میپرسیم یا ارحم الراحمین. پروردگارا اینقدر کارخانه وسیع است که کافر 100 ساله رو به لا اله الا الله میبخشید. ما مسلمانان رو ناامید نکن ارحم الراحمین. خدا این یکا کسایی هستند که پیغمبر برای یا 23 سال همونش صرف کرد. هی امت قدر شابدان ارحم الراحمین. پیغمبر برای یا شد خانه را ترک کرد، غارا را آتن گرفت. خدای با کم بودی ما نگاه نکن، با بزرگی خدمت میکن. خدای با کم بودی ما نگاه نکن، با حواس و آرزوی پیغمبر. خدای پیغمبرت آرزو کرده بود کاش که ما را میدید. اگر پیغمبرت میدونست ما یک گناه میکنیم، شاید آرزوی دیداری ما را نمیکرد. خدایا در این دنیا رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی را نصیب بکن. و روز قیامت رفیقی را نصیب بکن. خدای خودت وعده کرده جنتی ها هر خواهش داشته باشند اجرا می شود. اگر در تقدیر ما جنت باشه، ما رو با این برادرامون جنت بر. و یک خواهش دیگه هم داریم یا الله، روز قیامت ما را اجازه بده با محمد علیه السلام صحبت کنیم. در دوی دلمون ها بگیم محمد مختار دوست، حتی از جان عزیزی ما برای ما عزیزی. خدای برای ما شده سر محمد خم نکن روز قیامت. خدای روز قیامت فریاد میکنه که امت محمد کجا هم؟ ما این برادرها قطع دست میبرداریم، سر بلند میکنیم. خدای سرای ما را خم، دستای ما را پایان نگردان. ارحم الراحمین، ارحم الراحمین. تو خدای ما راضی، لیکن ما هم بنده‌ای که همه ما راضی باش. خدای دین اسلام را بالای ما آوردی، ما قبول داریم، ما را همچون مسلمان قبول کن. خدای پیغمبر را بالای ما آوردی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول کن. ارحم الراحمین. اینقدر به تشویشی لگیم که خیال میکنیم که جنت جای ما هست. البته به تشویشی ما امید به رحمتت است. ما را ناامید نکن. از ما پدر و مادر گذشته باشه، رحمت و مغفرت کن. اگر تا حال در درون قبر در سوال و جواب گرفتار باشن، خدا سوال و جوابشون آسان کن. اگر قبرشون تاریک است روشن، اگر تنگ است واسع، اگر چاه دوزخ است باغ جنت بگرد. اگر حیاتن بالای سرمون همچون سایبانی سر نگه دار. اهل و عیال و فرزندانمون از سبب زیبایی زندگانی دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب بگرد. خدای عالمات گذشتش رحمت و مغفرت. خداوند باقیمانده عالمات عمری دراز، صحتی و سلامتی، الفت و مهربانی و یکدیگر فهمیدن بین همه عالم، خصوصا عالمای تاجیکستان، بین همه مردم، خصوصا مردم تاجیکستان نصیب بگرد. پروردگار عالمای تو هستند که ما راهی تو را می‌یابیم، اگر یا نباشند ما کجا می‌رویم؟ پروردگار وطن عزیز از جمیع آفت‌های آسمانی و زمینی در پناه اسمت نگهبان باش. پروردگار از همین بیماری ما را خلاص کن و از این بیماری و از بینتر قلبهامون پر از کبر و غرور و حسد است و زبانهامون پر از دروغ و غیبت و سخنچینی شده است. خدا از این بیماری ما را خلاص کن. خدای ما شر می‌داریم به این زبان دروغ تو را یاد میکنیم.
و به قلب پر از کبر و غرور و حسد دعوا میکنیم که را دوست می‌داریم. اما چه علاج؟ ما بنده ایتیم. خدای تو بخشنده هستی، بخشیدن رو دوست می‌داری، ما رو ببخشی الله. پروردگارا قلبمون اینقدر سخت شده و آب‌های چشممون اینقدر یخ شده است، دیگر برای تو اشک نمی‌ریزیم. خریدار آبی دیدت هست یا ارحم الراحمین. قلبای ما را ملایم بکن و چشم‌های آبی یخ شده ما را نرم و ملایم بگردان یا ارحم الراحمین. خداوند این برادر را که همه برادرها را جمع کرده است، در عمرش برکت، در کسبش برکت عطا. آمین. مادر مرحومش رحمت و مغفرت بده. عقایش که از دنیا گذشته رحمت و مغفرت بده. پدر بزرگوارش بالای سرش همچون صاحبان سرش نگهبان از فرزنداش برکت شد و خدای در عمر و کسب و تجارتش برکت عطا. و خدای این برادرای همش جمع شدن یا به خودی جمع شدن. یا میدونم که خدای دارم که از در دلشون آگاهی. هر خواهشی دارن، خواه دنیوی خواه اخروی، به فضل و کرم براشون آسان.